این برنامه پیش از همهگیری جهانی کرونا فیلم برداری شده است. این روزا غذا خوردن فقط برای شکم سیر کردن نیست. یه نوع راه زندگیه، تجربه یه فرهنگ. بعضی غذاها سالها و نسلات که تو اکثر جهان دیده و خورده میشن. ولی یه کشورهایی هستن که غذاشون تازگی بین المللی شده و دل همه رو به دست آورده و داره با اون قدیمی‌ها رقابت میکنه. واسه همین من اومدم کره جنوبی. Welcome to Korea. Okay, show me everything. که بفهمم چرا غذا و آشپزیشون اینقدر تو دنیا سر و صدا کرده. همه جا غذاست. میخوام برم به بازاراشون، سر در بیارم از فرهنگشون. من نمیدونم چجوری این همه غذا ما برام بخوریم. آشناشم با رسومشون، نگاه کنم به تاریخچه‌شون. اوه واو. نزدیکشم به مردمشون و خوردن غذاهاشون. وای داره میگیرتش. اینو من قراره بخورم. الان تو سفرم به کره جنوبی. کلی نوعای مختلف غذا خوردم. زدم و خوندم و رقصیدم و حتی تبدیل به یه ملکه شدم. یه ملکه هیچ وقت دیر نیست، بقیه زودن. ولی هنوز کلی جاهاست که میخوام برم. واسه همین امروز زود از هتل زدم بیرون. اینجا 7 صبح ما اومدیم یه جای خارج از خود مرکز سئول، یک معبد بودیسم هست. نمیدونم این آرامش مال این محیط اینجاست یا اینه که 7 صبحه، ولی خلاصه خیلی آرومه. کشور سئول اکثر آدماش مسیحی هم، با دومین دین محبوبشون بودیسمه و خیلی چیز عادیه که آدما هر چند وقت بار بیان اینجا و مثل دکمه ریست موبایل بیان اینجا یک سری کارها رو انجام بدن و ریستشن و برگردن به زندگی روزمرهشون. این دمپایا واسه اینه که وقتی شما میخواین برین اونجا زانو بزنین، دعاتون رو بکنین اینجا روی این مجسمه های بودا، با اینکه بیرونه، با اینکه هوای آزاده، با اینکه ممکنه حیوان و کثافت و هزار تا چیز روش بره، اما میگن ما چون انسانی ما که میتونیم تمیز رو راحت کنیم، پس ما کفشامون رو عوض کنیم. میگن که اگه شکم بودا رو دست بزنین خوش شانسی میاره. واسه همین شما اجازه بدین من یه نیم ساعت اینجا کار دارم. اینجا معبد سودوساه که یه داستان قدیمی داره، حالا ما نمیدونیم راسته یا واقعی، یه افسانه داره که یک راهبی به اسم وونهیا خیلی سال پیش یه رفته که از اسکلت مغز یه آدمی یه آبی رو مینوشه، شروع میکنه تمام حقایق رو دیدن. حالا میگم افسانه است، اما چیزی که امروزه اینجا ازش استفاده میشه یک سری کلاس هایی دارن و یک سری سرویس هایی دارن که با آدم‌ها یاد میده که چجوری با طبیعت ارتباط برقرار کنن، غذا درست کنن. من با جوکمون قرار دارم که میخواد به من یاد بده که چجوری با طبیعت بهار خیلی ساده و سالم غذا درست کنن. جوکمون راهب اصلی معبد سودوساه و در حال حاضر پیشروی غذای کره سنتی معابده. اون تنها راهب مرد آشپزه، چون اصولاً این زنان که تو معبد آشپزی میکنن. داریم الان میریم از باغچه خودشون تمام سبزیجاتی رو که برای غذا خوردن خودشون استفاده میکنن رو بچینیم. یه چیزی که اینجا تمرین میکنن تمیز خوردنه، یعنی سعی میکنن تا جایی که میتونن مستقیم از طبیعت بخورن. 손으로 채취하면 돼요. 지금 이거 가장 초봄에 이제 막 올라오는 것이거든요. 새싹이 아주 여린 쑥이에요 이게.
جاکومون به هم گفت یه چند تا عنصر غذایی هن که ازشون باید دوری کرد که دلیلش هم واسم خیلی جالب بود. 패스트푸드. چقدر جالب. موقعی که دارین مدیتیشن میکنین، موقعی که دارین میخواین خودتون رو از نظر ذهنی به یک آرامشی برسونین، حتی سیر، حتی پیازچه میتونه روی ذهنیت شما تاثیر بذاره و از اونا دوری میکنن که خیلی خالصتر به عبادتشون بپردازن. خیلی جالبه. سینیم، فلسفه غذای معبد چی هست و چرا اینقدر مهمه؟ 그 사찰 음식의 어떤 음식의 철학은 جاکومون میگه وقتی که آیین بودایی وارد کره شد، از همون اول روی غذای این کشور نفوذ داشت که به تمپل فود یا همون غذای معبد معروفه. توی این غذا نه گوشت است و نه ادویه‌های مصنوعی. تازه از 5 تا سبزی به خصوص هم دوری میکنن. ولی برعکس اون چیزی که فکر میکنین، این غذا پر از مزه‌های مختلفه. غذای معبد ترکیبی از 3 حسن و 6 تا زیبایی. اون 3 حسن پاکی، انعطاف پذیری و آداب معاشرت هم. و از اون 6 تا زیبایی 5 تاشون مزن، ترش و شور و شیرین و تلخ و تند به همراه سادگی. و هنر اصلی این غذا برقراری تعادل بین این عنصراست. خیلی جالبه. همه چیز اینجا هم برای مزه و لذتشه و همش هم برای سلامت و خاصیتاشه. Is that enough? Is this good? Good. بریم حالا با اینا شروع کنیم آشپزی کردن. خمزه حمیده. راهبای بودایی توی کشور و فرهنگ‌های مختلف لباسای هر کدومشون یه رنگ به خصوصی داره. مثلا توی نپال نارنجی هن، توی هندوستان فکر میکنم قرمزن، ولی راهبای بودایی کره همونطور که میبینین لباسشون خاکستریه. این کمپوت گلابیه، از همین گلابیایی که فصلی و تازم هست. یه چیزی که من فهمیدم توی فرهنگ کره، ادب، آداب و رسوم، رعایت کردن بزرگتر، کسی که اصلا مقامش بالاتره، خیلی چیز مهمیه. یعنی من شاید اگه دهات عادی که برمی داشتم میخورم یه شوخی هم با ایشون میکردم، اما اینجا اصلا از این خبرها نیست. اوه thank you. خمزه حمیده. 우리 한국 배 맛있어요. 시원하고. It's so crunchy. خیلی آب داره، آبکیه و خیلی هم ترده، برعکس گلابی که اصولا یه ذره لهه. اینا هموناست که توی باغچه چیدیم، ولی خب اینا شسته شدهشه، بنابراین اونا رو نمیخوریم. من میگه که انجام بده، فقط برگاش رو بذار. 테스트. 이 맛은 이제 좀 씁쓸한데요. این گیاه سوپ که الان به من داره امتحان کردم، واسه مزهش همین ذره تند به معنی فلفل، نه یه ذره تیز مزهش، یه کم هم تلخه و میگه این واسه اینه که تمام انرژی آدم و ذهن و همه رو یه جا افکارتو جمع کنه، آرومت کنه. اینی که میبینین جلوی ما همه چیز سبز و گیاهه، این قراره یک غذای کامل بشه. قرار نیست به این گوشت اضافه شه، قرار نیست به این سیب زمینی اضافه شه. این چیزایی که جلومونه یه وعده غذای راهبای بودایی هستش. 아까 수골 잎을 썼는데 이 줄기만 줄기를 한 2cm 길이로 잘라서 쓸 것이거든요. برای سس سالادش یه چند تا ماده رو مخلوط میکنه. اولیش هم کمپوت گلابیه. بعد از کمپوت شکر رو اضافه میکنه با عصاره برنج و خمیر فلفل قرمز. Looks delicious. به به، چند تا کنجدم ریخت و یک غذای کامل درست شده توسط آقای راهب
این هم برای گوارش خوبه، هم برای روح و روان خوبه. It's very delicious. Very. Thank you. 감사합니다. خوشمزه بودا، ولی واسه چیزی که 3 ساعت طول کشید درست شه تو 3 سوت خورده شد. من هنوز گرسنمه. برای همین از یه سنتی که کم خوردن رو ترویج میده دارم میرم سراغ یه پدیده نسبتاً جدید که تمام پایه و اصولش روی مقدارهای عجیب غریب زیاد خوردنه. افراط شدید در خوردن، همش برای ایجاد سرگرمی. اون یه مدل کم بخور، غنیمت کن، قدر غذا تو بدون. حالا اون بر داستان یک اوج دیگه وجود داره و این فرهنگ موکبنگه. موکبنگ آدمای عادی هن که میشینن جلوی لپتاپاشون تو خونهشون انقدر غذا میخورن ولش ملوچ میکنن و هزارها نفر اونا رو نگاه میکنن. من الان با یکی از این ستاره های موکبنگ قرار دارم که قرار با هم دیگه کلی غذا بخورم و یه مش غریبه ملوچ من نگاه کنم. موکبنگ ترکیب 2 کلمه است که به کره میشه خوردن و پخش کردن. این فنومن دوروبر سال 2011 تو کره جنوبی شروع شد و به کسانی که کار موکبنگ رو انجام میدن میگن بیجی که مخفف برادکست جاکیه. بیجی یا کارشون اینه که جلوی دوربین کامپیوترشون برای هزارها نفر غذا میخورن. اونم تو اندازه های هنگفت و باور نکردنی. این بیجیا یه نوع سلبریتی تو کره حساب میشن و ستاره های موکبنگ موفق میتونن از طریق این کار تا ماهی $10,000 هم در بیارن. غذا رو یا همونجا جلو دوربین میپزن یا اکثریت از بیرون به صورت تیک‌اوی میگیرن که خود این کار براشون به صرفه، چون خیلی از رستوران ها سپانسر اونا میشن که برای اونا تبلیغ بشه. 2 چیزی که حرف اول رو میزنه تو موکبنگ، یکی مقدار بیش از اندازه غذا و لقمه های زیادی بزرگتر از دهنه و اون یکی سر و صداها و ملچ ملوچیه که حتی برای اینکه به گوش برسه از میکروفون های بخصوصی استفاده میکنن. این موکبنگ رو یه موقع تو خونه انجام میدن، یه موقع از استودیو انجام میدن. امروز ما قراره که پخش زندمون رو از این استودیو داشته باشیم. هیوبی یه بیجی جوونه که در عین درس خوندن کار موکبنگ رو هم خیلی جدی انجام میده. اون حتی یه منیجر هم داره که کارهای مربوط به موکبنگش رو مدیریت میکنه. So you're ordering bibimbap? Yeah. Yes, good. کاری که هم داره میکنه اینه که داره آنلاین و از طریق اپلیکیشن موبایل غذا رو سفارش میده. اوکی، پرفکت. وقتی منتظر غذامون بودیم من یه چند تا سوال از هیوبی راجع به موکبنگ پرسیدم. Why is it so popular in Korea? Why is mukbang so popular? 아무래도 요새 혼자 식사하시는 분들이 많으니까 이렇게 같이 밥 먹는 느낌이 들어서 좋은 것 같고, 또 워낙 한국 사람들이 밥을 좋아하니까 이렇게 신메뉴들을 영상으로 볼 수 있다는 그 자체가 좀 이렇게 인기 비결이었던 것 같아요. 유튜브에서 하는 거는 시청자들에게 직접 돈을 받는 경우도 있긴 한데, 저 같은 경우에는 이걸 올려놓으면 조회수가 올라가면서 유튜브 자체에 광고가 붙거든요. 그러면 시청 수대로 그 광고 금액이 저한테 제 계정으로 들어와요. 네. 그리고 라이브 방송을 할 때면은 뭐 가끔씩 팬들이 뭐 맛있는 거 사드세요 하면서 본인 사비를 보낼 때도 있어요. پس من امروز میخوام یه کاری کنم که تعداد بیننده هاش بالا بره و
بهش پول زیادی امروز داده بشه. غذامون رسید. It smells so good. اوکی. میگه 300-400 هزار نفر نگاه میکنن. خیلیه ها 300-400 هزار نفر بخوان نگاه کنن که آدم غذا بخوره. Oh my god, I'm so excited. من عاشق غذای کره‌ای ام. اوکی. 안녕하세요, 여비입니다. 안녕하세요. Hello. Salam. Can you introduce? Yes, my name is Roxy. I am here from an Iranian TV channel, Manoto, and I'm going to do mukbang with Hyobi today. So bibimbap, kimchi rice, Yeah. cold noodles. Oh. Okay. Yay. bibimbap یه غذایی که گوشته، حالا یه نوعش با گوشته، برنج، تخم مرغ و سس red pepper sauce. Yeah. این سس تند فلفله که قاطی میکنیم. She asked you, do you like to eat spicy food? Not too much spicy, but a little spicy. I eat? Yeah. Yes? Okay. So I show it to the camera. Spicy. 고추장 뭉친 부분 드셨다고. یکی گفتش که درست هم نزدی چون بیمبیمبپ یعنی برنج هم زده. گفت درست هم نزدی یک آدمه چیز تند خوردی. Yes. Okay. So this is cold noodle. Yeah. What's the... یه سوپ سرد ریختیم روی این. It's very heavy. ببینید سر و صدا از خودش در میاره، الکی نیست، واقعا داره لذت میبره، اما مردم دوست دارن این سر و صدا رو بشنون. Oh, somebody said salam. There's an Iranian person watching. Oh, That Naghmeh, she's Iranian. Yeah, she's from my country. سلام نغمه. الان توی تماشاچیای هیوبی یک کسی ایرانی نغمه گفته سلام. Yes, سلام means hello. Yes, hi, hello. 살롬. 이란 분이라고 말씀하셨대요, 저분이. This is kimchi rice. کیمچی که همون کلمه ترشی شده است ولی این با برنجشه. اوکی. Yes. Hi. Yes. You said you should eat with egg. خیلی جالبه کسایی که دارن کامنت میدن برای هیوبی مثلا به من دارن میگن اشتباه داری غذا رو میخوری یا مثلا بعد تخم مرغ بخوری. اوکی اگ. من نمیدونم چجوری این همه غذا رو ما به الان بخوریم. من همین جوریش دیگه دارم پر میشم. مسلماً خوردن بیش از حد غذا به این متداومی خیلی واسه دستگاه گوارش ضرر داره. اضافه وزن میاره و قند و بالا میبره. واسه خاطر همین ستاره‌های مکبن باید زمان زیادی رو بذارن که ورزش کنن تا بتونن هم حرفه‌شون رو ادامه بدن هم از زور خوردن نترکن. بعضی هاشون روزی 5 ساعت ورزش میکنن. I know this is pork. 이렇게 돈가스가 있고요. 돈가스 اول 소스. نشون میدیم بعد میخوریم بعد کیف میکنیم. We had kimchi rice, برنجش on the side به عنوان ترشی کنار. الان این سوپشه. So I'm trying with rice. With rice. Oh, this was spicy. Gusha, my nose is running. This was spicy. Are you okay? گرم شد اینقدر spicy اینقدر تنده. 매울 땐 계란찜. تخم مرغ بخار داده شده است. Okay, last one. I love your outfit. Oh, mine? Thank you. I'll show you. It is trousers. Okay. Thank you so much for having me. Let's do it together. 1, 2, 3. 감사합니다. 안녕. خدافظ. Thank you so much. You should do mukbang with Iranian food.
Can you recommend some? Yes, cello kebab. Cello kebab. Kebab, yeah, it's rice. Kebab. Kebab. Yeah, I It's know, rice I and like it. kebab. Yeah. Yes. دفعه بعد مکبنگ با چلو کباب انجام میده. I love kebab. Oh, Thank you. 모두 잠든 새벽 1시 مکبنگ برای تماشاچیاش یه نوع فرار از تنهاییه که تو موقع غذا خوردن یکی رو داشته باشی که باهاش همراه و همسفره بشی. Lonely, I'm Mr. Lonely کره جنوبی به خصوص شهر سئول جاییه که آدماش نسبت به خیلی از شهرها و کشورهای دیگه احساس تنهایی میکنن. I have nobody for my own I'm so lonely طبق نظرسنجی ایپسوس 33% از مردم این کشور تنهایی رو بزرگترین نگرانی اجتماعی خودشون میدونن. یه جای دیگه ای که مردم رو از حس تنهایی دور میکنه کافه های حیوونا در سراسر این شهره. همه جا به دمپایی میدن و باید کفشتو عوض کنی قفصی که بری. هلو، این کافی شاپی که من اومدم توش اسمش از میرکت کافه و همونطور که میبینین یه کافه است که توش پر حیوانای پشمالوه. Hey you kawaii ne کافه های اینجوری خیلی توی سئول زیاده و دلیلش هم اینه که آدما اینقدر کار میکنن و خونه ها کوچیکه که نمیتونن همه تو خونه حیوان داشته باشن، حیوان اهلی نگه دارن. بنابراین کافه هایی که سگ و گربه و حیوان دیگر داره محبوبیتش الان خیلی بالاست، چون آدما میان و اون چند ساعت و اون حس محبت و نوازش و عشقی که به حیوان میدن و میگرن اینجا انجام میدن و بعدم پا میشن میرن خونهشون. های بوبو، های little guy. این یک حیوانیه به اسم لواک که توی اندونزی و اینا خیلی زیاد هست. این حیوانه دونه قهوه رو میخوره، بعد توی شکمش یه سری فعل و انفعالات انجام میشه، بعد که دستش شماره 2 یا همون پوپو میکنه، بعد تازه با اون دونه قهوه درست میکنه و این حیوان لواکه. وای خدای بزرگ. Can I touch? Hi. Okay. میگه که سر و دومش رو نباید دسته، اگه میخوای نازش کنی فقط پشتش رو باید ناز بکنی. Show, high five. باری که ماشاءالله های فایو بشید چنگه. بفرمایید. با دست میگیره من بمیرم. پدر سوخته. تو کارت بابا وایس و شهناز بیا. اوه ای خدا، من این همه خوشبختی. این جاهایی هست که از این حیوانات واقعا خوب نگهداری میکنن، یعنی که بهش میگن اوکی الان زنگ تفریحشونه دیگه، نمیشه بهشون دست بزنه، استراحت کنن، میزن سر جاشون. این نیست که بیارن به زور حیوانو همه ناز کنن. الان میگه اوکی بس کافی خورد که زیادی نخوره. او مای گاد، توی شکم کانگروه یه دونه بچه هست. میبینین بچه، الان نمیخوام دست بزنم فکر نکنه بچه‌شو میخوام بگیرم. آره عزیزم سلام. شما اینجا راکون دارین، کانگرو دارین، میرکت دارین، لواک دارین، گربه دارین. خب عجیبه که اینا هم دیگر جواجه نمیکنن و گفت انقدر ما با اینا وقت میگذرونیم و بهشون غذا میدیم، به اصطلاح تریت بهشون میدیم، باشون بازی میکنیم که اینا به حالت اهلی در میان و دیگه با هم دیگه نمیجنگن. با اینکه اینا همشون 1 سالشونه، اما توی میرکت تو خانه توی این نوع حیوان 1 سال یعنی آدم بزرگه، بچه حساب نمیشه. با اینکه من خیلی لذت بردم از اینکه با این همه حیوان از نزدیک بازی کردم، ولی با خودم فکر میکنم خب خود اونا چه حسی دارن که به جای اینکه تو زیستگاه طبیعیشون باشن توی کافن. انجا بیا عزیزم. الهی من بمیرم، بهش تیرم نمیزنی خودشو میندازه.
Good boy, mommy. Good boy. You deserve that, my love. 이래 저래 지겨워 그래서 어쩔 건데 کره جنوبی و سئول امسال خیلی زمستون سردی داشته و همه هنوز این شکوفه‌ها در نیومدن، ولی خب میتونید تصور کنید که وقتی در میاد تمام این خیابون عین سقف شکوفه میشه. یه چیزی هم اینه که کره جنوبی مثل ایران کشور 4 فصله است و خیلی سریع زمستون میشه بهار، بهار میشه تابستون. یعنی ما بهمون میگن که اگه شما 4 روز دیگه بیاید ممکنه اینا دراد. هنوز یکی از برگای پاییز اینجاست. حیف حیف. Oh gosh 난리야 마저 남주 기분 파 금방 또 사랑에 빠져 اینجا محله میانگانگه که یکی از پر جمعیت ترین، پر مغازه ترین، پر خبرترین محله های سئوله. من با نایل قرار دارم. نایل یه دختر است که خیلی باحاله. توی مراکش زندگی کرده، تو کنیا آفریقای جنوبی زندگی کرده و بلاگر، یوتیوبره و قرار به من نشون بده که این محله میانگان که اینقدر محبوبه واسه چی محبوبه. واسه جورابای رنگی پنگیش محبوبه یا واسه خوراکیاش معروفه یا اینکه مثلا میدونی هر کدوم از قسمت‌های اینجا یه چیزی داره و من میخوام بفهمم که چرا این میانگانگ اینقدر با جاهای دیگه فرق میکنه. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hi, Roxy. Hi. Oh, thank you so much for meeting me. Welcome to Korea. Thank you so much. Okay, show me everything. Okay, everything. Let's go. Let's go. Baby, how you feeling? So, Myeongdong, as you can see, has a lot of different makeup shops and it's famous for shopping, but it has a lot of good street food. And there's this really particular one that I want you to try, and it's called cheese butter scallops. Do you like scallops? I love scallops. Okay. I love I'm gonna show you. everything. Okay, Is that let's go. it? Okay. Yes, this is it. اسکالوپ همون طرف دریاییه. کلا غذای دریایی تو کره خیلی طرفدار داره. Oh my god. Yeah. Smells amazing. وای. پنیر رو داره با آتیش آب میکنه. Yes, get that smoky flavor. میخواد دودیش کنه پنیرش رو. Thank you. So this is the spicy. This is spicy. Is it Oh good? my god. How do you say it in Korean? Hotto. Hotto. You know, it tastes like, the cheese tastes like pizza cheese. Yeah, it's mozzarella cheese. Yeah, mozzarella پنیر پیتزاست. It's the butter. مزه که بیشتر از همه تو دهنت میره کرشه. خیلی خوشمزه است. 감사합니다. Thank you. همه اینجا غذای street فوده. Okay, what is this? Kimbap. 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 Which is? Kim means seaweed, right? Okay. Kimbap. Yes, and Okay. pop means rice, so it's pretty much the Korean Oh. way of putting the I seaweed and see. rice. There's different contents inside. So Yeah. there's squid, Okay. crab sticks, stir-fried kimchi. Okay. So we take it ourselves, right? I think so. You just pack it and then they'll Oh, I get see. Okay. We are the crowd we're coming out got my flash on it's true خیلی باحاله. آدمای دیگه هم همه دارن از من اینجا فیلم و عکس میگیرن چون من غیر کره‌ای هستم و دارم یه زبون یه ذره ناشناخته حرف میزنم و دوربین باهامونه. الان نگاه کنی همه دارن از من فیلم میگیرن. این تخم ماهیه. Is it good? Would you be upset if I say it's like sushi? Yes. It's not sushi. It's kimbap. نمیخوام دوستمون ناراحت شد گفتم مزه سوشی میده ولی واقعا مزه سوشی میده. 누가 내 수저 더럽대 I don't care 마이크 잡은 금 수저 여러 배 버럭해 잠 못 익은 것들 새끼 여러 개 거두벌 씹어 죽겠다 에이 저녁에 Work business Oh my god! Oh my goodness! These are the cutest. A lot of foreigners mistake these for chocolate, Yeah. but it's bean paste actually with like just sweet bean paste. So it's really healthy.
Oh really? Yeah. So there's strawberries, میگه bean paste. سالمه، میگه که توش فرنگیه که توی خمیر مثل لوبیا طوریه یا عدس طوری. مطمئن نیستم منظورش چیه. امتحان میکنه. Can we have one please? خب should I just bite into You just it? bite into it. بیرونش اون خمیره مثل سوی میمونه. Ooh, that's juicy. توت فرنگیه که دورش شکلاته و دورش این خمیریه که از لوبیا گرفتن، حالا حبوبات یه گازده. همه جا غذاست، چشت هر جا رو نگاه میکنه غذاست، از رستوران گرفته تا دکه تا استریت فود تا دست مردم. So what's this? So I guess this isn't something that's necessarily traditionally Korean. It's a cabbage omelet. They have sliced the cabbages really thinly and put it in an omelet. Is this hand cream? Yeah. ببین اینجا مرکز لوازم بهداشتی، لوازم توالتی، کرم، ماسک صورت. یعنی اینجا ماسک صورت تا چشم میبینه ماسک صورته. It's crazy how many face masks they sell. I guess their theme is just really girly, princessy. Everything is pink. They Oh, name their really? makeup after food. Shall we go inside? Yeah, Let's okay. go inside. Oh my god, I love the packaging. چرا اینقدر جوراب؟ There are socks, there's like جوراب هلو کیتی، جوراب گوچی، جوراب Despicable Me, the Minions. پر جورابه، یعنی از هر سوپر ماریو نمیدونم هر چیزی که بگین جورابش هست. Okay, I feel ashamed now. Mine are very, very plain. Sorry. Shame on you. Where are the animals? I'm sorry. Maybe I should get these. 시작 매번 달라도 항상 같은 결말 Let's get it. چیپس داغه ولی سیب زمینی تازه است. Thank you. گوش نمیدم من آتیش بار دنیا ندیده مثل من با اینکه این همه خوردم ولی هنوز برای خوراکی مورد علاقم جا دارم. وقتی من به غذای کره و کلا کشور کره فکر میکنم اولین چیزی که میاد تو ذهنم کیمچیه. کیمچی یعنی ترشی و به خصوص ترشی کلم. مثل مال ما ایرونی‌ها نیست که مثلا بگن حالا با این غذا خوشمزه میشه هر هفته یه بار بخوریم. کل غذاهایی که کره‌ها میخورن محور اصلیش کیمچی یا این ترشیشونه. با صبحونه، با نهار، با شام. یعنی اگه شما بخواین آشپزی و غذای کره رو یاد بگیرین باید اول بفهمین کیمچی چیه. من اومدم اینجا یه کلاس آشپزیه که میخوام از بهترین معلمای سئول درست کردنش یاد بگیرم و اگه اجازه بدن بخورم. و اما اینجا جاییه که تمام کیمچی‌های مختلف رو نگهداری می‌کنه. اگه منو می‌بردن تو موزه جواهرات سلطنتی اینقدر هیجان زده نمی‌شدم. این که این خیارشور خودمونه. این یکی از نوع کیمچی که من خیلی دوست دارم. ریشه درخت لوتوسه. دیگه چی؟ نه اصلا از این ماهی‌ها دوست ندارم. آسپاراگوس نمیدونم به فارسی چی میشه. تروب همشون زیبا و خوشمزه‌ان. من میخوام کیمچی قرمز درست کنم. روی این دست میزنم. اول اینو میذاریم. تروب پیازچه رو میذاریم. سی رو میذاریم. زنجفیل رو میذاریم. میگوا رو میذاریم. فلفل قرمز هم میذاریم. 네, 그 다음에 이제 손이 나오니까요. 네, 이제 재료를 섞어주시면 میگه قاطیشون کن. 터치. 네. 그래서 چقدر بامزه. 아까 절여놓은 배추를 다시 널어주시면 돼요. بعد میگه که اینو میذاریم. کلمه که توی آب نمک خوابوندین رو میذاریم توش.
چقدر بامزه. درست شد. Now we eat. حالا بریم واقعی اینو درست کنیم. من اگه تو این سفر یه چیز بخوام درست کنم که به نظر من خوشمزه ترین چیز کره گیمچی یا همون ترشی کلمه. 안녕하세요. 안녕하세요. 거고요. 먼저 앞치마부터 입히시면 됩니다. گفتش که این پیشبند تنت کن. دارم حد میزنم که میخوای کیمچی درست کنی رو لباس نریزه. تا حالا دستکش یه بار مصرف به این بلندی ندیده بودم. انگار میخوای بری تو شکم گاو باهاش. 네, 가장 중요한 재료는요. 바로 이 배추입니다. کلم، تروب، پیازچه. 네, 이 배추 같은 경우는 생 배추를 소금 물에 8시간 정도 절여서 만들어졌습니다. شاید کیمچی به نظر ساده بیاد ولی توش کلی مواد میره تا این مزه به خصوصو بده. فلفل قرمز، سیر، 새우젓을 넣으실 거고요. یه نوع میگوی کوچولو، آب اون ماهی انچووی، این یه نوع مثل قطع سبوس برنج، شیر برنج، سبوس برنج. این یه مایه آبیه که از یه نوع آلوتوری گرفته میشه. اینم زنجفیل رنده کرده است. yes. خب خود من تا الان فکر میکردم که کیمچی خب ترشی دیگه، ترشی کلمه، یه چیز کاملا ویژیتریان و وگانه، ولی میگویی که توش میریزن کاملا یه چیز حیوانی دریایی هستش. و من واسه اون کسایی که فکر میکنن ترشی کیمچی میخورن و فقط گیاهیه تا الان اشتباه میکردن. کم زمینم. اوکی، بی خود نیست که تا آرنج پلاستیک کشیدن دستم، قراره که با نصف وجودم برم تو کاسه. اوکی. این بوها داره همه با هم قاطی میشه. اینا خیلی بوهای قوی هن. حالا بدون شوخی اون بوی میگو و اون بوی مایه انچووی خیلی بوهای قوی هن. سیر بوش خیلی قویه، پیازچه بوش قویه. یه چیز بامزه بهتون بگم، به من گفتن که کره 2 تا یخچال دارن. یه یخچال مال غذاشونه و میوه و مایات و هرچی، و یه یخچال دارن فقط برای کیمچیشون، برای اینکه خیلی بوش قویه. 혹시 매울 수 있으니까 한번 드셔보세요. همه تو خیلی بامزه میپیچنگ و بخچه هسته. یس. خیلی تنده مسلماً، چون 4 تا قاشق توش فلفل قرمز ریختن، ولی این بعد از اینکه مثلا ظرف میشه میره تو یخچال، بر اثر مرور زمان از تندیش کم میشه به تندیش اضافه میشه. 오늘 바로 만든 김치 양념 같은 경우는 매운맛이 강한데요. 이게 이틀, 3일, 4일 정도 이상 숙성이 되면은 이 매운맛이 아주 부드럽게 변합니다. 자, 이제 배추를 가지고 와서 کاری که میخواد بکنه الان دونه دونه برگای کلمو برمیداره، لاشون اینو میماله، دونه 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 این برگو میذاری میبندی، میمالی وسطش اینو میبندی، نه بعد هیچ قسمتیش بدون سس بمونه. حالا این کیمچی از کجا اومده؟ من اصلا کیمچی رو می‌نویسیم کیمچی ولی رو بهش میگن گیمچی. که رو میگن، نرمتر میگن، ولی توی مثلا انگلیس میگن کیمچی، اینجا میگن گیمچی. کره خیلی سال پیش while I'm doing this کره خیلی سال پیش یکی از معدود محصولشون کلم بوده و ماه اکتبر ماهیه که شروع میکنه رویدن و کره‌ها واسه اینکه good yes کره‌ها واسه اینکه تمام سال داشته باشن ترشیش میکردن و واسه همینه که ماه اکتبر ماه کیمچی درست کردنه. کلم‌ها رو برمی‌دارن، اینجوری ترشیش میکنن، تخمیرش میکنن که تمام سال داشته باشن. اوکی، حالا میخوام درش بیاریم، مرتبش میکنن. باور کنید همینو الان میخوام بخورم ولی بوش خیلی قویه. داریم بخچش میکنیم، میپیچه دورش. پوشید. بهترین قسمت داستان اینه که گیمچی رو که من الان با مینا درست کردم میتونم با خودم ببرم. اگه بتونم با خودم سوار هواپیما کنم که این با من میاد لندن،
اگرم نه میخوام تو هتلم تنها شبا گیمچی رو بزنم به رگ، اما باید 3 روز صبر کنم تو یخچال جا بیفته. تا الان سفرم به کره جنوبی خیلی شاد بوده و خوش گذشته، ولی آخرین جایی که توی لیستمه که برم جوش یکم فرق میکنه. ما داریم میریم مرز کره جنوبی و کره شمالی. کره شمالی توی دنیا اصلا اسم خوبی نداره، برای اینکه فاقد از هر گونه حقوق بشره. رئیس جمهورش کیم جانگ اون بسیار یک حکومت دیکتاتوری داره و این منطقه رو بهش میگن DMZ که میشه Demilitarized Zone، که منطقه غیر نظامیه که یه طورایی با همدیگه این اتیکه رو با همدیگه تقسیم کردن. میبینی همه این جاها شروع شده چیزه سیمخوار داره و نردست و به فنس و این چیزاست. داریم نزدیک میشیم. اینجا آخرین قسمتیه که ما میتونیم فیلم بگیریم. الان باید بریم پاسپورت هامونو من و فیلم بردارم نشون بدیم. واسه ما مجوز گرفتن که نه تنها اینجا فیلم بگیریم، تو باید اجازه بگیری که حتی بیا اینجا دیدن کنی، یعنی باید شناسایی بشی. اینجا آخرین نقطه‌ای که میتونی فیلم برداری کنیم که اونجا از اونجا منطقه غیر نظامی شروع میشه. بهمونم گفتن که نباید به هیچ وجهی از سربازا و آدمایی که تو یونیفرم هستن فیلم بگیریم. تمام هدف کره جنوبی اینه که خودش رو حفظ کنه، امنیتش رو حفظ کنه، هویتش و برنامه‌اش رو از کره شمالی حفظ کنه. مثلا دلیلی که اینجا گوگل مپس توی کشور کره جنوبی نیست. اوکی. به ما دارن میگن اینجا وای نستی چون هنوز پاسپورتامون رو چک نکردن. اینو فقط میخوام بگم که مثلا دلیلی که اینا گوگل مپس ندارن اینه که نمیخوان کره شمالی روشون جاسوسی کنن و دلیلی هم که اینجا میگن سربازا فیلم نگیرین واسه این نیست که ما بریم توی اروپا پخشش کنیم یا توی ایران، واسه اینه که نمیخوان کره شمالی بدونن سربازا اینا چیکار میکنن، چه شکلی ان. سوار ماشین شیم. الان پاسپورتامونو ازمون گرفتن. من باورم نمیشه که این دوتا کشور یه موقع یکی بودن، به خاطر اینکه اون چیزی که تو کره جنوبی من دیدم و راجبش شنیدم یک دنیای دیگه است. برای اینکه من درک بهتری از این موضوع حساس داشته باشم با جینجان یه مستندساز و ژورنالیست قرار دارم که بهم از یک بعد عمیق‌تری همه چیزو بگه. So this is Dorasan Station. It's the train station that will take you from south to North Korea. And there's a train that actually functions. You know, you can literally go from South Korea to North Korea if the relations and the border opened. Oh my God, I got goosebumps. It's very symbolic in a way. واسه من مثل این میمونه که اینجا یه دونه ایستگاه قطار امیده که اگر روابط درست شد، اگر شمال و جنوب با هم صلح کردن، اینجا اون جاییه که ازش خانواده ها، دوست ها و هموطن ها میتونن با هم دیگه دوباره برگردن. ولی خب الان یه فضای خالیه، مثل موزه است، برای اینکه فکر می‌کنم خیلی راه مونده تا این آشتی برقرار شه. So what's amazing here is that, you know, this is the northernmost point of South Korea, and they say that it's not the last station of South Korea, but the first station to North Korea. So if there was reunification, which we hope would take place, then the families will meet and there will be one united Korea. Does the divide still affect people to this day? Well, just after the Korean War and the division in 1953, there's been torn families and separated families because they were in different parts during the war. So there was a lot of movement towards reunification of families back then, and also in the 90s there used to be TV programs trying to reconnect the families and trying to,
tried to bring reunification, and there was a lot of hope back then because it was still fresh. But as more time passes, the actual torn families have aged so much that they're, some of them are over 100 years old. تقسیم کره شمالی و جنوبی به سادگی کشیدن یه خط وسط نقشه بوده. نه تنها شهرها رو از وسط قطع کرد، بلکه محله ها و خانواده ها رو از هم جدا کرد. طوری که مثلا بعد از این تقسیم بندی یه مادر و دختر هر کدومشون یک طرف این مرز بیفتن. These are all the families that have split up. A lot of them would have already passed on by now. Yeah. تمام این چیزایی که اینجا میبینین برمیگرده به خانواده هایی که از هم موقع جدایی کره شمالی از جنوبی از همدیگه پاشیدن. مثلا این یه دونه مادره که نوشته من دارم دنبال بچه‌م میگردم و اسم خانوادگیشه. این یکی تاریخ روزیه که اصلا جدا شدن و خانواده‌ای که اصلا پاشیدن. اون یکی آدرس محله، این یکی خانواده کامله و کسایی که تو اون خانواده بودن. اینجا مثل یه یادبودی از همه اون خانواده هایی که بر اثر این جدایی تلخ هیچ وقت دیگه همدیگه رو ندیدن و پیدا نکردن. دونا اینا فیلم نگی اینی که حالا اینجا میبینیم دقیقاً یک کپی، یک ماکت موقعیت کره شمالی جنوبی. این ور خاک تیره تر کره جنوبی، رئیس جمهور کره جنوبی مستر مون و رهبر کره شمالی کیم جانگ اون. اون لحظه‌ایه که اینا حدود about a year ago. This was in April 2018, and President Moon met with the leader of North Korea. And what was really emotional was the Joint Security Area, the JSA, the Blue House, where they actually shook hands, and the North Korean leader stepped onto South Korean soil. And the South Korean president said, well, I don't know when I will ever be able to come to North Korea, and said, come with me right now. And he took his hand and they walked across the border. And it was the first time that the South Korean president actually stepped on North Korean soil to have this meeting. It's really such a touching moment. Very emotional, very emotional. سعی کن سربازه رو نگیری ولی. Are you ready for this? Oh wow. Oh wow. این واقعا ایستگاه امیده. یعنی ایستگاهیه که اگه قرار باشه روزی قطاری از اینجا بره به کره شمالی، از این راه آهنه. It says stop. That's where that's where everything stops, because that way is Pyongyang, North Korea. Yeah. And some of the DMZ tour trains will come here, but it will just stop here. I see. No more. تمام این کارا انجام شده که یک روزی الحاق قرار بگیره و انجام بشه بین مردمی که با هم دیگه ممکنه فامیل باشن، ولی یکیشون افتاده این ور، یکیشون افتاده اون ور. روی این نوشته پست آهسته، ولی بیشتر به این معنیه که خیلی زمان میبره تا اینکه حرفا به اونجا برسه. It's very beautiful. There it says Isan Gajok, which is split families. Uchitong, which is the post box, so post box for the split families. Oh, I see. So I guess you could write your wish and just put it there as a significant act. It's very, very painful. اینا مردمی روبانا رو اینجا میگیرن و آرزو یا حالا دعاشون رو روش مینویسن. Wish for reunification. I wish there was reunification. Is that what they all say? Yeah.
look like this, my hometown. When will I ever go back? تمامشون آرزو و دعا برای دوباره با هم یکی شدن الحاق شمال و جنوبه. یه جورایی زیبا و دردناک اونایی که قاطی سیمخوار داره گیر کرده و جر خورده، مثل انگار آرزوهاشون پرپر شده. به من این حسو میده. Do you want to write one? Yeah, I do. I want to write one. خیلی جالبه با اینکه این همه سال از جنگ شمال و جنوب میگذره و تمام اون آدمایی که خانواده هایی بودن که از هم پاشیده شدن مردن و دیگه حتی وجود ندارن، ولی هنوز مردم کره جنوبی در آرزوی صلحن و اینه که کشورشون روزی یکی بشه. من تو این سفر فکر میکردم قراره بیام کره و فقط راجع به غذاشون چیزی یاد بگم و غذا بخورم، اما فهمیدم که مردم کره خیلی جز این که مردم خیلی مهمون نواز مهربونی هن، خیلی مردمای با مقرراتی هن، خیلی مردمای تمیزی هن و مهمتر از همه مردم مفتخری هن. میگن ما ژاپن نیستیم، ما چین نیستیم، ما تمام غذاهای خودمون رو داریم، ما تمام رسومای خودمون رو داریم. زیبایی واسهشون خیلی مهمه و من فکر میکنم مجموعی از این زیبایی و از این مهمون نوازی و از این فرهنگ با همدیگه شده این غذای خوشمزه کره که من عاشقشم. Oh my god, I did it! A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed. A disco ball is just hanging by a thread. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Then one more, like this. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.